جمع آوری میخواد. از درس ایشان کمتر ولی از مجلسشون خیلی حظ زیادی داشتیم. بسیار ملای جامع، معقول، منقول، همه جامع، خیلی بیش و بزرگ، خیلی هم با مردم گرم، مانوس، موفق، خودمونی. مثلا با ما یه طور رفتار میکرد انگار همسرش هستیم، هم دوره هستیم. آشه خالی هم خیلی باش ملحق بود، خیلی هم وابسته بود بهش این حرفا. او هم محبت داشت، ما هم ارادت داشتیم. خلاصه بزرگانی رو درک کردیم که امیدوارم همه اینا، فقط که خجالتش این است که حق اینا چطور بشه. که آقای عراقی خودش به بنده گفتن تو کوچه می آمدیم بعد از خیابان ارم، بعد از نماز جمعه. چه نماز جمعه‌ای؟ نماز جمعه خوب اینطور باشد ادعای مجتهد پشت سرش وایستاده بودن، مثل آقا موسی هایری، آقا محمد شاه‌آبادی، آقای منتظری، کی اینا پشت سرش وایستاده بودن. می آمدیم، ماه رمضان بود، ایشان گفت 7 سال یا 6 سال خدمت حاج شیخ ما در عراق درس خواندیم، بعد ایشان که به اصرار آوردن قم، به تبع ایشان ما اومدیم قم. به ایشان میگفتن اشغال کنیم دوم از نظر درسی ها، ولی اشغال کنیم از نظر فکری خیلی عجیب بود است. ایشان هم خیلی بزرگوار بود. خلاصه و یکی از حرفای ایشان بود اگر حاج شیخ در ابدیت حقش از من بخواد من چیکار کنم؟ منظورم این بودی رو گفتم. ذکر خیلی ایشان هم بیشتر نرفتن درسشون ولی خیلی بزرگوار بود. یه جمله میگم ذکر خیلی ایشان. اول رساله‌ای که چاپ شد از آقای خویی به قلم ایشان نوشته شد. آقای خویی گفتن آقای قاروبی میخوام شما بنویسی. آقای قاروبی ببینید مریدم خوب اینطور باشد، شاکر آقا، فدای آقا، این داره یه لاخ سبزی نمیدن. گفت من قبول نمی کنم، بعضی از فتاوی شما پیش من قابل نقده، من بردارم به عنوان حکم شرعی بنویسم با اینکه خودم قبول ندارم، من این جرأت نمی کنم. آقای خویی بالا دست زدن، گفتن هر طور که با من اختلاف داری با احتیاط بگذران، هم با حرف شما هم با حرف ما. ایشان هم قبول کرد. اول رساله به قلم ایشان نوشته شد. این هم ذکر خیلی ایشان. به نظرم دیگه جاست که بگیم الحمدلله رب العالمین فی امان الله و حفظه، سربلند، مشرف، موفق، ملتمس عقیدن. شما را انشالله بیشتر ببینیم و سربلند باشید. خدا حافظ. الحمدلله. استفاده هازا. بله آیه